با سلام خدمت شما دوستان عزیزم، امیدوارم که حال تک تکتون خوب باشه. تو این جلسه تصمیم دارم که در مورد طلا و رمزارزها و نحوه سرمایه گذاری در اونها براتون صحبت کنم. اگر تازه کار هستید، وارد بازار طلا، بازار رمزارزها نشدید و یا اگر وارد این بازارها شدید ولی تجربه ناخوشایندی داشتید، این در حقیقت جلسه میتونه برای شما خیلی مفید واقع بشه. تا انتهای اسلاید ها با من باشید. مطمئن باشید مطالبی رو براتون عنوان خواهم کرد که در جای دیگه نشنیدید و میتونه براتون خیلی مفید باشه و حتی دارایی های شما رو 10 برابر کنه. قبل از اینکه وارد در حقیقت این دوتا بازار بشم، میخوام در مورد ویژگی‌های مهم این دوتا بازار براتون صحبت کنم. یکی از ویژگی‌های مهم در حقیقت ماهیت دارایی این دوتا بازار هستش. بازار طلا بیشتر حالت فیزیکی داره. البته میتونیم به صورت در حقیقت دیجیتالی هم معامله رو انجام بدیم، ولی برای سرمایه گذاری ما حالت فیزیکی رو در نظر میگیریم. بازار رمزارزها دیجیتالی هست و مبتنی بر فناوری بلاکچین هستش. اگر ویژگی مهم دیگرش رو بخوایم بگیم، نوسان قیمت است. بازار طلا نسبتاً پایدار هست، در بلند مدت رشد ملایمی رو داره، ولی بازار ارزهای دیجیتال در حقیقت بسیار پرنوسان هست، هم فرصت سود بالا داره و هم ضرر بالا. محل معامله یکی از ویژگی‌های مهم اون هستش که ما بیشتر بازار طلا رو طلافروشی‌ها میشناسیم. صرافی‌های مجاز هستن و پلتفرم‌های آنلاین طلا که شما میتونید به صورت در حقیقت همون مجازی طلا رو خرید و فروش کنید. ولی در بازار ارزهای دیجیتال، همون صرافی‌های آنلاین یا رمزارزهای در حقیقت که هستن تو صرافی‌های آنلاین، چه ایرانی و چه خارجی، به فروش میرسن. مزیت اصلی رو اگر بخوام یکی از ویژگی‌های مهمش بگیم، این هستش که بازار طلا امنیت و ثبات بالایی داره. میتونه پناهگاه امنی برای تورم باشه، یعنی محافظت میکنه از دارایی‌های شما در برابر افزایش تورم. ولی در حقیقت بازار رمزارزها هم باز پتانسیل رشد بالایی رو داره، چون منوط هست به قیمت دلار. میتونه در حقیقت اون هم به عنوان پناهگاهی برای تورم باشه، ولی بالاخره به لحاظ نوسانات قیمتی بالا هم میتونه این فرصت سود بالا رو داشته باشه و هم امکان ضرر رو داشته باشه. و یک موضوع دیگه هم که هست، امکان کسب سودهای کلان تو این بازار بیشتر هستش نسبت به بازار طلا. ریسک اصلی رو اگر از ویژگی‌های مهم دیگه‌اش بگیم، این هستش که بازار طلا نسبت به بازار ارزهای دیجیتال در کوتاه مدت سود کمی رو داره. امکان تقلبی بودن در حقیقت حالا سکه یا طلای آب شده در این بازار خیلی رایج شده. ولی در بازارهای رمز ارزها شما ریسک از دست دادن سرمایه‌تون دارید. به خاطر چی؟ به خاطر نوسانات شدیدش. اینها در حقیقت ویژگی‌های مهمی بوده که خواستم اینجا با هم یه مقایسه داشته باشیم تا شما بدونید وقتی وارد این دوتا بازار میشید چه پارامترهای مهمی رو باید در نظر بگیرید. توصیه که میتونم براتون داشته باشم این هستش که اگر ریسک پذیری پایینی رو دارید، یعنی ریسک گریز هستید و به دنبال حفظ سرمایه‌تون در برابر تورم هستید، طلا باید گزینه اول شما باشه. اگر جوان هستید و ریسک پذیر هستید و به دنبال رشد سرمایه‌تون تو بلند مدت هستید و دارید در حقیقت ارزهای با وایت پیپر خوب رو فالو میکنید، رمز ارزها رو پیشنهاد میکنم که تو سبدتون داشته باشید.
گام‌های عملی که باید برای ورود به بازار طلا طی کنید به قرار زیره. اولین گام این هستش که شما باید انتخاب کنید نوع طلاتون رو که تو ادامه اینها رو براتون خواهم گفت. گام دوم اینه که انتخاب کنید روش خریدتون به چه صورتی باشه و در گام سوم استراتژی ورود و خروج رو به این بازار در حقیقت بررسی خواهیم کرد و این سه تا گام خیلی گام های مهمیه که اگر شما تازه کار هستید بدونید که چطوری باید انتخاب کنید و چطور باید خرید رو انجام بدید و استراتژی ورود و خروجتون چی باشه. تو اسلاید بعدی دقیقا وارد این گام ها میشم و دقیقا مسیر رو براتون نشون خواهم داد. خب قدم اول انتخاب نوع طلا هستش. شما باید انتخاب کنید که چه نوع طلایی رو برای سرمایه گذاری باید انتخاب کنید. اولین چیزی که به ذهن هر کس میرسه زیورآلات هست. زیورآلات با اینکه خیلی فکر میکنن که هم میتونن ازش استفاده کنن تو مهمونی ها و هم اینکه میتونه یک سرمایه گذاری باشه، از بابت سرمایه گذاری توصیه نمیشه، چرا که شما علاوه بر قیمت طلا هزینه های ساخت و کارمزد و مالیات رو هم روش دارید. بنابراین وقتی قیمت تمام شده که حساب میشه شما باید طلا رو اگر میخواید زمانی بفروشید اون به اون قیمتی محاسبه کنید که دقیقاً این موارد توش دیده شده باشه. انتخاب دوم شما میتونه طلای آب شده باشه. طلای آب شده خوبه برای سرمایه گذاری چون دقیقاً دارید مقدار طلا رو بدون کارمزد یا با کارمزد کم و حباب کم دارید خرید میکنید و هزینه های ساخت روش نیست. فقط باید دقت داشته باشید که این طلای آب شده رو از در حقیقت طلافروشایی بخرید که بهشون اطمینان دارید. گزینه بعدی میتونه سکه باشه. سکه یکی از مزیت‌هاش اینه که نقشوندگی بالا داره ولی حباب در حقیقت قیمتی روش هستش و شما در ادامه بهتون در اسلایدهای بعدی خواهم گفت که چطور میتونید با تبدیل حباب سکه به طلا از این دوتا گزینه سکه و طلای آب شده برای افزایش حجم طلاتون استفاده کنید. نهایتاً شما میتونید سهام‌هایی رو تو بورس خریداری کنید که سهام‌های اصطلاحاً طلا محور میگن، مثلا عیار، مسگال و مانند اینها سهام‌هایی هستند که پشتوانه در حقیقت طلا رو دنبالشون دارن و اینها هم در حقیقت نقشوندگی بالایی دارن. شما هر لحظه بخواید میتونید تو بورس اونها رو خرید و فروش کنید. یه حباب قیمتی بالقوه هم روشون هست که باید اونها رو محاسبه کنید. و مورد دیگه که میمونه معمولا وقتی بورس بسته میشه شما دیگه دسترسی به این دارایی ندارید. این موضوع رو حتما باید در نظر داشته باشید. میرسیم به قدم دوم که شما باید از کجا در حقیقت طلاتون رو تهیه کنید. اولین در حقیقت مورد همین خرید آنلاین هستش که شما میتونید از پلتفرم های معتبر اقدام به خرید و فروش طلای آب شده بکنید. خرید و فروش تو این در حقیقت پلتفرم ها آسون هست و میتونید لحظه خرید و فروش رو انجام بدید. کارمزد کمی داره و اینجا شفافیت قیمت هست. شما دقیقاً چون این صرافی ها و این پلتفرم های آنلاین با هم رقابت میکنن معمولا قیمت نزدیک به اون قیمت واقعی هست و شما راحت میتونید اونجا خرید و فروش کنید. بعضی از این صرافی ها هم در حقیقت پشتوانه تحویل فیزیکی دارن که اگر به سایت بنده همون yavarSeperi.com مراجعه کنید من یک نمونه از این در حقیقت پلتفرم ها رو اونجا قرار دادم که شما میتونید به راحتی خرید آنلاینتون رو انجام بدید و به صورت فیزیکی هم اون طلاتون رو از در حقیقت خود همین صرافی دریافت کنید یا به صورت حضوری یا به صورت پستی.
روش دیگه که شما میتونید خرید و فروشتون رو انجام بدید به صورت فیزیکیه، یعنی به طلافروش معتبری که میشناسید مراجعه میکنید و خریدتون رو انجام بدید. اینجا باید دقت داشته باشید که حتما رسید و فاکتور رسمی رو دریافت کنید. این نوع خرید و فروش نیاز به نگهداری داره، امکان تقلب وجود داره. خرید و فروش تو این حالت زمانبر هستش و کارمزدها متغیره، یعنی هر طلافروشی بسته به اون چیزی که برای شما در حقیقت میفروشه امکان داره کارمزد متفاوتی رو ببینه. باز برای این موردم اگر به سایت بنده همین yavarSeperi.com مراجعه کنید، اگر خرید طلای زینتی رو داشتید، من یک کدنویسی اونجا انجام دادم. شما خیلی راحت میتونید قیمت طلا رو وارد کنید و هزینه‌های مثل اجرت و سود ساخت رو در حقیقت و مالیات رو اونجا ضرایبش رو قرار بدید و قیمت رو خودتون محاسبه کنید که هنگام خرید از طلافروشی ها دقیقا به قیمتی که عرف هست و دقیق هست محاسبه انجام بدید و گرونتر از اون نخرید. محل دومی که میتونیم در آخرین محل که میتونیم انتخاب داشته باشیم همین خرید از صندوق‌های طلا از بورس هستش. دیگه شما تو این صندوق‌های بورس هم دغدغه نگهداری فیزیکی طلا رو ندارید. تو اینجا خرید و فروش‌ها بیشتر معاف از مالیات، شفافیت قیمت هستش و کارمزد کمی رو باز پرداخت میکنید، ولی باز یه مشکلی که وجود داره، اگر بورس بسته بشه باز شما به اون دارایی دسترسی ندارید. پس این سه تا مورد میتونه برای شما قدم دوم باشه در انتخاب در حقیقت محل خرید و فروش. میرسیم به قدم سوم که مربوط هستش به چی؟ استراتژی ورود و خروج به بازار طلا هست. مهمترین موردی که ما باید بهش دقت داشته باشیم. اولین استراتژی که من پیشنهاد میکنم اگر برای سرمایه گذاری به این بازار وارد میشید، تبدیل حباب سکه به طلا هستش. خیلی ساده است. ببینید ما همیشه وقتی میخوایم که سکه رو بخریم، سکه یه حبابی داره، مثلا امکان داره از 5% شروع بشه تا 30% هم افزایش پیدا کنه و این حباب متغیر هستش. پیشنهاد به این صورت هستش که شما سکه رو زمانی که حبابش کمه خرید کنید و بعد از اینکه حبابش افزایش پیدا کرد و به یه رنج مشخصی رسید، میتونید در حقیقت سکه‌تون رو بفروشید، به جای اینکه تبدیل به پول نقد کنید طلای آب شده به جاش بخرید. اگر این سیکل رو تکرار کنید، یعنی وقتی حباب سکه میاد پایین طلای آب شدهتون رو بفروشید، سکه بخرید و وقتی حباب سکه رفت بالا سکه‌هاتون رو بفروشید، دوباره طلای آب شده بخرید، به مرور زمان خواهید دید که شما در حقیقت مقدار طلای آب شدهتون افزایش پیدا کرده. اولا اینکه از تورم جا نموندید، چون شما داراییتون در حقیقت طلا محور هستش. ثانیاً دو، شما دارید حباب سکه رو به طلا تبدیل میکنید. برای این مورد هم میتونید به همین سایت بنده yavarSeperi.com مراجعه کنید. تو همون صفحه اول من یک کدنویسی باز انجام دادم که شما قیمت طلا، دلار و درهم رو که در یک ویجتی هم که در ابتدای صفحه است و این اعداد رو به صورت آنلاین از سایت TGGU میخونه براتون، میتونید وارد کنید. اگر تو هر مقطعی این طلاتون رو خریدید محاسبه کنید که ببینید حباب سکه کی بوده، چقدر بوده و الان به صرفه است که شما سکه بخرید یا طلای آب شده، یا بهتره که بهتون میگه که دقیقاً فرصت خوبیه که سکه‌تون رو تبدیل کنید به طلای آب شده یا نه. البته باز عنوان میکنم که این سیگنال خرید و فروش نیست و این در حقیقت امکان فقط در سایت بنده هنوز وجود داره و شما میتونید از این ابزار رایگان استفاده کنید و یه پیشنهاد در حقیقت میتونید بررسی کنید که وقتی سکه میخواید بخرید یا طلای آب شده بهتون کمک میکنه که انتخاب بهینه‌ای داشته باشید. استراتژی دومی که میتونم بهتون بگم استراتژی کاهش قیمت میانگینه.
ببینید خیلی ها وقتی طلا رو یا هر ارزی رو، چه ارز دیجیتال باشه چه خود دلار باشه، تو فرصت‌های مختلف این در حقیقت ارزها رو خرید میکنن یا خود طلا رو، ولی اینها رو یه جایی ثبت نمیکنن و همینجور وقتی پول به دستشون رسید در حقیقت طلا یا دلار رو خرید میکنن. ولی پیشنهاد من این هست برایشون که شما بیاید از این استراتژی کاهش میانگین یا نقطه سر به سر استفاده کنید. به چه صورتی است؟ شما هر بار که طلا خرید میکنید یا هر سهمی رو خرید میکنید یادداشت کنید مقدار و قیمتی که اون رو خریداری کردید. بعد میتونید وارد همین سایت بنده yavarsteberi.com بشید. تو صفحه اولش یه قسمتی هست به نام اینکه قیمت میانگین رو براتون حساب میکنه، به صورت آنلاین و رایگان هم هست. شما قیمت هاتون رو اونجا وارد میکنید. فرض کنید 5 بار خرید انجام دادید، 5 تا قیمت دارید و یک مقدار مشخص که هر بار خرید رو انجام دادید. اونجا اعداد رو وارد میکنید، روی محاسبه کلیک میکنید، دقیقا قیمت میانگین و سر به سر رو بهتون نشون میده. شما دیگه این قیمت رو میدونید که من الان مثلا طلا رو 5 بار خریدم تو قیمت‌های مختلف، قیمت میانگینم چند هستش و اگر قیمت از اون مقدار بره بالا من میتونم کل طلاهامو بفروشم و سود کنم. بنابراین وقتی شما در سود هستید میتونید اصطلاحاً ریسک فری کنید و اون مقدار رو بفروشید و منتظر بشید که بازار در حقیقت بیاد پایین از اون مقدار و شما دوباره خریدتون رو انجام بدید. که این استراتژی رو باز تو سایت هم توضیح دادم. میتونید از سایت بنده استراتژی میانگین یا مارتینگل یا استراتژی نقطه سر به سر رو جستجو کنید، کامل این موضوع رو همونجا یاد بگیرید و این استراتژی چه در ارزهای دیجیتال چه در بازار طلا استفاده کنید. استراتژی سومی که میتونم بهتون بگم این هستش که شما بیاید و یادگیری تحلیل تکنیکال رو تو اولویت قرار بدید. حداقل کلاسیک رو یاد بگیرید. ساده هست، خیلی سخت نیست و در نقاطی خرید کنید که کف‌های در حقیقت حمایتی هستند. با این خریدها تو کف‌ها حداقل میدونید که یاد میگیرید که من در نقاطی دارم وارد بازار میشم برای سرمایه گذاری، چه در بازار طلا چه در بازار رمزارزها چه دلار، که حداقل تو کف‌ها دارم خرید رو انجام میدم. باز برای این هم شما میتونید به همین سایت بنده مراجعه کنید. قسمتی رو گذاشتم باز به صورت رایگانه، 20 جلسه آموزش رایگان تحلیل تکنیکال هست. مطمئن باشید برای این جلسات باید هزینه خیلی بالایی رو تو سایت های مختلف پرداخت کنید، از 15 میلیون تا 30 میلیون هست، ولی خیلی راحت میتونید تو سایت بنده همین تحلیل تکنیکال رو بدون حاشیه و بدون در حقیقت موارد اضافی خیلی سریع بهتون یاد خواهم داد، حتی در حد یک تریدر حرفه‌ای. ولی شما از همین مطالب میتونید یاد بگیرید و برای سرمایه گذاری استفاده کنید و بعدها که اشرافیت کامل به موضوع پیدا کردید میتونید خودتون به صورت ترید هم وارد این بازار بشید و همین تحلیل رو انجام بدید و تو بازارهای فیوچر و اتمی هم ورود کنید. پس 3 تا استراتژی خیلی مهم اینجا، یکیش تبدیل حباب سکه به طلا بود، یکی استراتژی کاهش میانگین و سومیش هم یادگیری تحلیل تکنیک. میرسیم به اینکه گام‌های عملی برای ورود به بازار رمزارزها چی هستش. اگر شما یک تازه کار هستید و میخواید وارد بازار رمزارزها بشید، بدون دانش در حقیقت وارد این بازار شدن ریسک خیلی بالایی داره و امکان داره به سرعت سرمایه‌تون رو از دست بدید. بنابراین اولین مرحله این هستش که شما آموزش ببینید. برای آموزش دیدن هم لازم نیست جایی برید. اگر به سایت بنده yavarsteberi.com تشریف بیارید، در همون اسلاید قبلی که خدمتتون عرض کردم یک دوره آموزشی رایگان 30 جلسه‌ای هست. شما لازم نیست دیگه بعد از این دوره دیگه رو ثبت نام کنید. به جرئت میتونم بگم که این دوره یکی از تکمیل ترین دوره هاست که بسیار
خلاصه تمام موارد تکنیکال رو من اونجا بهتون یاد میدم و شما میتونید آموزش تحلیل کلاسیک، تحلیل پرایس اکشن رو، اون مواردی که دقیقا نیاز هست که شما به یک تریدر حرفه‌ای در حقیقت تبدیل بشید رو یاد بگیرید و حتی بیاد فقط برای سرمایه گذاری از اون استفاده کنید. تو مرحله دوم شما میاید تو صرافی ثبت نام میکنید، تایید هویت میشید. باز تو وبسایتم این صرافی هایی که خودم در اونها عضو هستم و ازشون استفاده میکنم رو معرفی کردم. اگر صلاح دونستید، دوست داشتید، میتونید از نیک های بنده استفاده کنید و شامل تخفیف هم هستش، و یا اگر صرافی دیگری مد نظرتون هست اونجا ثبت نام کنید و تایید هویت بشید. تو مرحله سوم پیشنهادم به شما این هستش که ارزهای دیجیتال معروف رو خریداری کنید. 10 تا رمز ارزی رو در سایتم معرفی کردم، تو همین دوره هم بهتون معرفی کردم که روی اونها تمرکز داشته باشید و در ابتدا روی شت کوین ها اصلا ورود نکنید. حتی اگر سودهای نجومی داره بهتون میده، حتما روی این ارزهایی که وایت پیپر اصطلاحا خوبی دارن و تیم خیلی قوی پشتشون هست سرمایه گذاری کنید و بعدها خواهید دید که میتونید با تمرکز روی یکی از همین ارزها ترید حرفه‌ای رو انجام بدید و وارد بازارهای فیوچر و اهرامی این ارزها هم بشید. تو مرحله چهارم پیشنهادم اینه که حتما یک کیف پول دیجیتالی، چه موبایلی و بهتره که از نوع در حقیقت سخت افزاری هم داشته باشید که دارایی هایتون که قیمتش خیلی بالا رفت حتما از صرافی ها به کیف پولتون انتقال بدید. در نهایت اگر شما این موارد رو به خوبی طی کردید، میتونید با استراتژی هایی که تو دوره هم یاد دادم و مدیریت ریسک و سرمایه شخصیتون در حقیقت رشد بدید و تو این بازار سود بیشتری رو به دست بیارید. پیشنهاد میکنم حتما تو این دوره ورود کنید. اصلا نیاز به ثبت نام هم نیست، هیچ اطلاعاتی از شما اخذ نمیشه، فقط کافیه که وارد وبسایت بنده بشید و به انتهای صفحه اسکرول کنید و این دوره رو با انتخاب هر جلسه تماشا کنید. در نهایت ورود به بازارهای مالی مانند طلا و رمز ارزها امروز نه یه انتخابه، که یک ضرورت برای حفظ ارزش پولتون در برابر تورم. کلید موفقیت تو این دوتا بازار این هستش که شروع آگاهانه داشته باشید و صبور باشید و قدم به قدم با این آموزش هایی که تو وبسایتم قرار دادم جلو بیاید. مطمئنم که این بازارها اگر شما مهندس هستید، کارمند هستید و یه شغلی رو دارید، براتون به عنوان شغل دوم خیلی پولساز خواهد شد، حتی بیشتر از اون شغل اولتون. موفق و پیروز باشید.